سلام رفیقا، امیدوارم که جور و موفق باشیم. امروز از سمت هلمند به سمت دایکندی و رسوالی کجران حرکت کردم. یک ایده جذاب برایش ما گرفتم، از خطر مرگ بگیر تا خطر جانی. مشکلاتی که در راه دیدم اصلا ندیده بودم. منظره کجکی بگیر تا وحشتی دشت مرگ، خطر سایخانه خطرناک، خطر جانی در کوتل خونی خطرناکترین در منطقه می باشد. امیدوارم که تا آخر ایدو ما را همراهی کنین. این ایدو جذاب رو از دست ندین. ایدوی خوبی هست، دیدنش مفید هست. وحشت من در این ایدو خیلی هست، اما در کوتل خونی خیلی سختی دیدم. امیدوارم که این ایدو ضررش به من نرسیده باشه. بازارچه با این زیبایی اصلا واقع چیز زیبا هست، دیدنی و جذاب. منظره زیبایی که مشاهده میکنین خیلی طولانی و بزرگ هست. نگاه کنین دوستان، واقعا لذت خاصی میبریم آدم. ساعت و 45 دقیقه تا حالا با این جاده مسافرت کردم، در مقصد خود نرسیدم. امارت اسلامی هر جا اهمیت رو داره، اینجا امارت اسلامی بود. بند کجکی یک از بنده های تاریخی گفته می شود که خیلی آب دارد. بند از بالا از روی پل که مشاهده می کنین از اونجا عبور می کنیم. این بند خیلی قشنگ است، آبش خیلی ترتمیز، اما یک دیدنی خاصی می کنیم، یک لذت خاصی با این. وطن ما و هر نقطه افغانستانی جاهای دیدنی و جاهای جذاب رو داره که ما شما قدر کشور خود نمیدانیم، به خارج و با این بر فرار میکنیم. نگاه کن، همین یک تصویری خیلی زیبایی هست. اولین پول بعد برو عجب چه فیلم ور داخلی چینل یوتیوب مورد مثال اولین موسیقی پول بر خلاص این بند کجکی، بند خیلی دور دیگه کنسه که ما تا اینجا رسیدم و ایدو تا اینجا را گرفتم. سه بند کجکی که مگه بای کنین نمیده که میبینین نمیاره اونجا بند، اینجا بند، این کوه دیگه برای تو دیگه دوستا. بند کجکی اینجا که اینی هم که است برایش ما بگم برادره. اوه دوستا، این رفیق مسک اورورا سیگار میگار میکش یا ایدو دا یوتیوب ماره چو بزن باره. اینم بند کجکی ها. فیلم بردار نیست، دیگه خود ما فیلم بردار. یکی از ترسناکترین راه همینجا بود. وحشت‌ترین خطرناکترین دشتی که من به زندگی خود دیده بودم و رفتم برگشتم بود همینجا بود. خیلی خطرش اصلا وحشت با چشمای خودم میبینیم. نگاه کنین چی وحشت داره و تصویر چندانی وحشت نداره، اما خیلی وحشتی خطرناک این دشت. نگاه کنین اصلا کلا آدم سکتر رو میزنیم.
الان میخوام گریه کنم. بخدا الان به کوتل خونی رسیدم، یک جای خیلی خراب خدا. با عشق شما میجای دو میگیرم، با عشق شما با کجران مور ویدیو میگیرم، اما حمایت نمونید. من چی میگم آیکو این که است کوتل خونی رای خرابیه که اومدیم سگ شما داشتار تکیم پایاف تکیم ورسک. شاید بعد شما با صدای من آزرده شوین، همینجوری با ساز گوش کنین بهتر هست. دوستان در آخر دور رسیدیم. یکی از دوستایمو حالش بد شد، ماشین استفاده کردیم که یک استراحت کنیم، خیلی اذیت شدیم. منتظر ویدیوی بعدی باشین دوستان.